دیروز نایب اولی پرزیدنت اساسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت کمیته المپی دولت قطر جناب جوان بن حمد آل ثانی به شهر دوشنبه تشریف آورد. مهمان عالی قدر را در فرودگاه بین المللی روبروی کمیته کرب و جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کمیته ملی المپی تاجیکستان و قهرمان بازی‌های المپی دلشاد نظرف استقبال گرفتند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستم امامعلی با نایب اولی پرزیدنت اساسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت کمیته المپی دولت قطر جناب جوان بن حمد آل ثانی ملاقات انجام دادند. محترم رستم امامعلی تشریف مهمان عالی قدر را به جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفته پیشبرد مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلا سودمند با دولت قطر را در سیاست خارجی تاجیکستان از سمت‌های افضلیت‌ناک تاکید نمودند. در جریان ملاقات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میزبانی با موفقانه قطر را در مسابقه مهم بین المللی ورزشی جام آسیا عاید به فوتبال تبریک نمودند. قید گردید که در واقع ورزش واسطه مؤثر بهداشت ترغیب طرز حیات سالم برای انسانیت مخصوصا جوانان به شمار می رود و باعث افتخار و خوشحالی است که محض با دستگیری های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه ورزش به خصوص نوع‌های ورزش المپی در کشور ما در مرحله رشد قرار دارد. محترم رستم امامعلی نقش اساسیاسیون کمیته های ملی المپی و شورای المپی آسیا را در اشتراک فعال ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی جهان و منطقه مهم ارزیابی کرده پیشنهاد نمودند که ورزش گوشتنگری در مرحله اول به بازی های المپی آسیا و در مرحله دوم به بازی های المپی جهانی وارد کرده شود. اظهار باور کرده شد که اساسیاسیون کمیته های ملی المپی و شورای المپی آسیا تکلیف این جانب را در مهلت های نزدیک جانبداری می نمایند. در فرجام جانب ها عاید به دیگر مسئله های مهم ساحه ابراز اندیشه نمودند.